چی پلیس دستم اویلام دمت. بعد از کجا باوری داره که مثلا پولش ما یکون جای بیهوده خراجات نمیشه؟ همین یکون میکره از خود کنه اما شما با اجازه تیما مثال میگه که من مثلا من پول میگیرم میبرم مثال وای میکنم راست خود میکنم میگه روزی ما که روزی که باشم با میگیرم میبره راست خود میکنم. خیلی باوری دور ما اویلام داره. پول میشه باوری کردن داره. اگر سال منبع باوری ما حتی پیش داریم چه خیلی 50 سال یک جا زنده کردیم و باور نمیکنیم. بس برای چی جوانای حاضر کم بعد تربیت دیگه پیش دیگه بود. زن حرمت کردن در کویلا پیغمبر هم گفته گه. زنم یک دختری یک انسانی دیگه و همچون دختر برین نزن در کوره حرمت کردن در کوره حرمت کنید عزت میابید. همین دنیا اثر همه میموند. من دکلم همین برای یک خانه خریده بودم. همین خیلی بحثی 2 سال و 2 ماه دوام کرد. اثر همه میموند. فقط آدم گندگیش میمونه تمام. ما مثلا مصلحت کردیم. با مصلحت یک دیگر ما فقط یک کار اجرا میکنیم ده. ما مصلحت. مثلا همین زن باید چیکار کند که شوهر پولا را برده مثلا در جای نادرست خراجات نکند و فریب نکند زن باید یک چیزی اصلا در همین زندگی که همین یک دیگر فهمی که باشه مرد که باور میکنه زنک ده. همین زنک ایلون زبانش گپ میشنوده. همین زبان که اداره کرده همه چیز با همین راهش میرفتن میگیره. برگردیم مثلا حاضر برای چی بعضی مثلا زن و شوهرای جوان باور ندارن به دیگرشون برای پول و مال سالها دعوا و کشاکش میکنن. برای که بچه‌های حاضر فرم میکنن دخترها را. میرن دخترها را میگیرن میرن با راستیا میرن دیگر نمیان. فرم میتن در عشق نمی چیزی دنیا رفته گه هم دخترها هم بچه‌ها در فکری زندگی مثال که میگن که ما اویلا بنیاد میکنیم و همه خیلی باید زندگی کنیم در پای زندگیشیم ای پای زندگیشیم نیستن فقط چیز پول خونه حاضر دخترای زیرا بگوی که نه خونه داره مثال اتاق و چشم زندگی نمیکنه میگیرم بچه را اگر خونه نداشته باشه روزی نمیشه اون دختر. ما در میان نسل جوانان امروز اویله های جوان بعضی چند سال برای مال و ملک کشاکش و بحث میکنن. دیدم دنیا هم خیلی شده است. دنیا یک مال پرستی شده است یک چیز پرستی شده است. ما از هویت اسلامی دور رفتیم. ما هم دیگر فهمی نیست هم در حویله هم در جمعیت هم در همه جا باید هم دیگر فهمی باشه.